سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 19 ینوار تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. امامعلی رحمان کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی را 30% کم کرده، رهبران مقامات قدرتی کولاب و ختلان را از کار پیش کرد. تعقیب گسترده ژورنالیستان در قرقیزستان علامت چیست؟ شرط پارلمان اروپا به تاجیکستان تعقیبات را بس کنید. خانه برادر حاجی علیم را در کوچه قراتیگین دولتی می کنند. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 19 ینوار سال 2024 تحت رهبری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که رئیس شورای امنیت این کشور نیز هست، جلسه نوبتی شورای امنیت برگزار گردید. در این جلسه وظیفه تامین امنیت ثبات، ولایت قانون، ترتیبات حقوق و مبارزه با ضد جنایتکاری در جمهوری از جمله در ولایت ختلان بررسی شده است. بنا به گزارش خدمات مطبوعات پرزیدنت امامعلی رحمان اظهار داشته است که رهبران مقامات مذکور ولایتی، منطقوی و یکچند شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در اجرای وظیفه خدمتی به بی‌مسئولیتی راه دادند. او از سطح پست کسبی نهوده براری نسبت به اجرای وظیفه‌های خدمتی، راه دادن به حالت‌های کرپسیونی، زیاد شدن جنایت‌های دارای خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی، قاچاق مواد مخدر، دست زدن بعضی کارمندان مقامات حفظ حقوق، نظارت و ساختارهای نظام به قاچاق مواد نشه‌آور و مال و محصولات، به صف مقامات به کار قبول نمودن شخصان تصادفی و غیر کسبی، انتخاب و جابجاگذاری نادرست کادرها از جانب رهبران به تندی انتقاد کرده است. در رابطه با این حالت‌های زیاد قانون ویرانکنی و رعایت نکردن طلبات قانون و آیین‌نامه‌های حربی، امامعلی رحمان به رهبران مقامات حفظ حقوق سپارش داده است که سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان و معاونان او، سردار شعبه میلیسای شهر کولاب، سردار شعبه میلیسای شهر بختر و نویای کوشانیان، سردار ریاست کارهای داخلی منطقه کولاب، سرداران بعضی از ریاست‌های دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی از وظیفه آزاد کرده شوند. پروکورور ولایت ختلان و معاونان او، سرداران بعضی از ریاست‌های پروکراتور ژنرالی و پروکوروران یکچند شهر و نویه‌ها از وظیفه‌شان آزاد کرده شوند. سردار گروه فوری ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت ختلان، سردار گروه فوری نویه منطقه کولاب و سرداران یکچند ریاست‌های دستگاه مرکزی کمیته دولتی امنیت ملی از وظیفه آزاد کرده شوند. سردار ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در ولایت ختلان و معاونان او، سردار شعبه اگنتی نظارت دولتی مالیوی در شهر و نویه‌های منطقه کولاب و سردار ریاست نظارت سوبیکت‌های خواجگیداری، لایحه‌های سرمایه‌گذاری اگنتی با سپارش پرزیدنت مملکت از مقامات آزاد کرده شوند. سردار یکچند ریاست‌های اگنتی نظارت مواد نشه‌آور نیز از وظیفه آزاد کرده شوند. اینچنین به وزیر مدافع و فرمانده قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی سپارش داده شد که کارمندان قسم‌های نظامی را که به کمبودی و قانون ویرانکنی‌ها راه دادند از وظیفه آزاد کرده، جهت برطرف نمودن همه گونه حرکت‌های غیر قانونی، تدبیرهای قطعی اندیشیدن از نتیجهش به طور خطی در مدت 10 روز حساب دهند. پرزیدنت امامعلی رحمان به مسئله اتستاسیا، سنجش خدمتی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی توجه ظاهر نموده سپارش داد که واحدهای کاری مقامات 30% اختصار کرده شوند. بلافاصله بعد جلسه او فرمان 30% اختصار کردن شماره کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی را امضا کرد. امامعلی رحمان برابران مقامات حفظ حقوق، نظارت و ساختارهای نظامی سپارش داده است که در مدت 10 روز مسئله جابجاگذاری درست کادرها را از حساب کارمندان با لیاقت، کاردان، صاحب تجربه و مسئولیت شناس تامین نمایند. درباره سبب‌های چنین برخورد تند پرزیدنت به نتیجه‌های فعالیت مقامات قدرتی ولایت ختلان و منطقه کولاب تفصیلات از این بیشتر داده نشده است. پارلمان اروپا روز 18 ینوار سال 2024 قطعنامه را قبول کرد که در آن از ادامه تعقیب رسانه‌های مستقل و خبرنگاران، منتقدان دولت و وکیلان مدافع سخت انتقاد شده، تامین آزادی مطبوعات و رعایت حقوق انسان، قطع تعقیبات همچون شرط‌های اساسی برای پیوستن به برنامه‌های امتیازدار اتحاد اروپا بیان شدند. فعالیت آزاد و مستقل رسانه‌ها و سازمان‌های اجتماعی بنیاد هر یک جامعه دموکراتی است.
وضع آزادی بیان باید هنگام بررسی درخواست تاجیکستان برای پیوستن به برنامه‌های امتیازدار اتحادیه اروپا به اعتبار گرفته شود تاکید شده است. در قطعنامه پارلمان اروپا آخر سال 2023 تاجیکستان برای شامل شدن به نظام عمومی امتیازهای اتحادیه اروپا درخواست پیشنهاد کرده بود. قبول به این نظام امکان می‌دهد که بیش از 6000 نمود محصولات تاجیکستان به قلمرو اتحادیه اروپا بدون باج صادر کرده شود. اما پارلمان اروپا به قبول قطعنامه شرط‌هایش را برای شامل شدن تاجیکستان به این نظام اعلام کرد که روز 8 ژانویه قبول شد. در آن از حکومت تاجیکستان خواستند که به حقوق مردم احترام بگذارد و سرکوب و به زندان انداختن خبرنگاران و فعالان مدنی را بس کرده وکیلان مدافع زندانی را آزاد کنند. از جمله در قطعنامه ذکر می‌گردد که خبرگزاری آزیا پلوس و کارمندان تاجیکی رادیوی آزادی پیوسته تعقیب و تهدید می‌شوند و با مشکل دریافت اکریدیتاسیا دچار هستند. همچنین ذکر می‌گردد که حکومت تاجیکستان طبق عهدهای بین المللی خبرنگاران بی محاکمه شفاف و عادلانه پس پنجره انداخته را آزاد کند. در قطعنامه از خبرنگاران و بلاگران دوام 2 سال آخر زندانی شده تاجیک از جمله عبدالله غربتی، دلیر امامعلی، عبدالستار پیر محمدزاده، الفتخان محمدشاه و نام بردند. نام 2 وکیل دفاع زندانی منوچهر خالق نظر و بزرگمه دیاروف را نیز در قطعنامه تاکید می‌شوند و از حکومت تاجیکستان دعوت شده است که آنها را هم رها کند. یک روز پیش از قبول قطعنامه از جانب پارلمان اروپا، ژوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز چاره‌های اندیشیده شده حکومت تاجیکستان را در رابطه با تامین حقوق انسان و آزادی جامعه شهروندی نامناسب نامید. از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا درخواست شده است که جامعه شهروندی، مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌های مستقل تاجیکستان که به حمایت احتیاج دارند با دادن روادید و با کمک‌های مالیوی پشتیبانی کنند. تاجیکستان تا حال به این قطعنامه قبول کرده پارلمان اروپا واکنش نکرده است و معلوم نیست که تا کجا از نگرانی این سازمان‌ها آگاه است و توصیه‌های پارلمان اروپا را آیا اعتراف و مهمتر از همه اجرا می‌کند یا نه. سازمان‌های دیگر حامی حقوق انسان نیز در گزارش‌های خود پیوسته بس کردن تعقیب ژورنالیستان، تامین آزادی مطبوعات و رعایت حقوق آزادی‌های انسان را طلب می‌کنند. اما دوشنبه پیوسته پایفشاری می‌کند که این نتیجه گیری‌ها اساس ندارند و حقوق و آزادی‌های مردم از جمله آزادی مطبوعات در کشور رعایت می‌شود. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. دادگاه نوی شاه منصور ماه دکامبر سال 2023 حکم مصادره خانه میرزا کریم نظروف برادر کلانی عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم فرمانده سابق مخالفین و معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان را برآورده است. این خانه باید به کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی داده شود. میرزا کریم نظروف ماه سپتامبر سال 2015 در دره رومید در جریان سرکوب آشوب مسلحانه بر رهبری حاجی حلیم زاده کشته شده بود. خانه باسی در زادگاه این خانواده یک زمان پرنفوذ در کوچه قروتگین در کناره‌های شرقی شهر دوشنبه جایگیر شده است. درباره این قضیه روز 18 ژانویه سال 2024 رادیوی آزادی خبر داد. دادرس پرونده دوران نظرزاده گفته است حلنامه قوه قانونی نگرفته است چون که جانب دیگر از آن به مرحله بالایی دادگاه شکایت برده است. میرزا کریم نظروف در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان در قزاقستان تجارت میکرد و از جمله به تجارت آرد و گندم مشغول بود. بعد ختم جنگ شهروندی به تاجیکستان برگشت و چندین کارخانه را از جمله کارخانه نونپزی در نزدیکی گردش فرودگاه دوشنبه را خصوصی کرده بود. نزدیکانش میگویند میرزا کریم نظروف به سر خود یک صاحبکار مستقل و خیلی موفق بود، ولی منابع نزدیک به مقامات بر اینند که این همه کارخانه‌هایی که او میچرخاند در اصل به حاجی حلیم تعلق داشتند. دادگاه عالی تاجیکستان هنوز سال 2016 قرار به فایده دولت مصادره کردن منزل میرزا کریم نظروف را برآورده بود. در دادگاه نوی شاه منصور گفتند از بس که نظروف اختیاراً خانه را خالی نکردند، کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی از نو دعوا پیش آورد که خانه رسما مصادره گردیده خالی کرده شود. اما زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظروف میگوید آنها 4 عائله عبارت از
18 نفر در این منزل به سر میبرند و از آن در تشویشند که در کوچه بی سرپناه میمونند. زیاده قربانوف معتقد است که خانه آنها بی اساس به فایده دولت مصادره شد. یک ما باز خوب و خور نداریم. نگرانیم که اینقدر فرزند رو در زمستان به کجا میبریم. 16 سال باز در همین خانه زندگی میکنیم. حجتهایش قانونی. پیش از آن حادثه سال 2014 شوهرم همین خانه رو به نام من و بچه‌ام گذراند. آنها اومده خانه ما رو به نام حاجی علیم گذراندند و همین خیلی غم داده ایستادند. گفته زیاده قربانوف. حاجی علیم که قبلا از فرماندهان مخالفین و سال آخر معاون وزیر دفاع بود، ماه سپتامبر سال 2015 به کوشش آشوب مسلحانه عیبدار شد و با جمعی از یارانش در دره رامید، یک پایگاه عمده نیروهای مخالفین در سالهای جنگ شهروندی، فرار کرد. عملیات سرکوب او و یارانش 12 روز دوام کرد و از دو طرف بیش از 40 کشته به جا گذاشت. میرزا کریم نظرف روز 16 سپتامبر سال 2025 با دو برادر دیگرش عبدالرحیم و میرزا حیات در یک شرایط مرموز کشته شدند. منابع نزدیک به مقامات گفتند که 3 برادر حاجی علیم برای به تسلیم شدن مایل کردن او به رامید رفتند، ولی گویا در راه از طرف آشوبگران کشته شدند. منابع نزدیک به مخالفین میگویند که آنها را خود نیروهای حکومتی کشتند. بعد سرکوب گروه حاجی علیم، مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک تشکل عمده مخالف حکومت را به دست داشتند و حتی رهبری آشوب عیبدار کرده آن را بستند و برای خط سیاه سازمان‌های افراطی و تروریستی شامل کردند. با اتهام همدستی در این آشوب 10 نفر از جمله رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و چند تن دیگر از برادران و خویشاوندان حاجی علیم دستگیر و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. این یگانه حالت به فایده دولت مصادره کردن افراد متهم به اشتراک در آشوب حاجی علیم نیست. در سال 2022 گلدسته سلیموف همسر جنیدالله عمروف یا ایشان جنید، فرمانده سابق اتحاد نیروهای مخالفین و سردار سابق ریاست بازرسی حربی وزارت مدافع تاجیکستان که او هم سال 2015 در جریان آشوب حاجی علیم کشته شد، به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان مراجعت کرده برای برگردانیدن حوله میراثیش واقع در دهه نلکان جماعت راحتی نویه رودکی کمک خواسته بود. گلدسته سلیموف می گفت او و فرزندان و نبیره‌هایش در عموم 8 نفر جای دیگری برای زندگی کرده ندارند، ولی مقامات آنها را از این خانه کوچانیدند. گلدسته سلیموف در نامش به پرزیدنت نوشته بود که این خانه از پدر و مادرش به او میراث مانده بود و شوهر مرحومش در این خانه همچون خانه داماد میزیست. جنیدالله عمروف هنوز سال 1988 با دختر خالش گلدسته سلیموف ازدواج کرده بوده است. جنیدالله عمروف در سالهای جنگ شهروندی یکی از فرماندهان صحرایی اتحاد نیروهای مخالفین بود که بعد امضای سازشنامه سال 1997 به صف نیروهای دولتی پیوست و تا به مقام سردار ریاست بازرسی حربی وزارت مدافع و رتبه پلکوونیک رسید. ولی در ماه سپتامبر سال 2015 او به همدستی در آشوب تحت رهبری حاجی علیم عیبدار شد و هنگام تعقیب آشوبگران در دره رامید همان روز 16 سپتامبر سال 2015 یک جای با حاجی علیم کشته شد. مقامات قرقیزستان که در گذشته جزیره آزادی در آسیا میانه در این منطقه شمرده میشد، در روزهای آخر دست به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی زده است. از جمله روز 15 ژانویه سال 2024 کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان با دفتر خبرگزاری غیر دولتی 24 که یورش برده قرارگاه این رسانه مستقل را گفتگو کرده کامپیوتر و دیگر تکنیک‌های کاری کارمندانش را مصادره و همچنین رهبریت رسانه اصل اوتوربوی و سرمحرران انتون لیمر و ماهینور نیوزوف را با خود به کمیته امنیت ملی به بازپرسی بردند. بعداً 24 که خبر داد که کمیته امنیت ملی اینچنین همه کارمندان در وقت تفتیش در مکان کاری بوده را نامنویس نموده، تلفن‌های همه آنها را نیز مصادره نموده آنها را از دفترشان راندند و به در دفتر به مدت نامعین مهر زدند. پایگاه خبری 24 که یکی از معروفترین و با ابروترین رسانه در قرقیزستان به شمار رفته از سال 2006 این جانب فعالیت میکند. گفته می شود تفتیش دفتر 24 که و تعقیب و بازپرسی کارمندان آن در رابطه به ماده 407 کودکس جنایی قرقیزستان تبلیغ جنگ صورت گرفته است
و تا به حال کمیته امنیت ملی شرح نداده است که ما از کدام مطلب این رسانه مستقل تبلیغ جنگ داشت. اما بنا به گفته کاکتوس میدیا و دیگر رسانه‌های قرقیزستان، اتهام تبلیغ جنگ مربوط به مطلب است که از جنگ روسیه و اوکراین نقل می‌کند. ولی در تعقیب روزنامه‌نگاران در قرقیزستان، کمیته امنیت ملی یگانه قوه سرکوبگر معلوم نمی‌شود. همگی پس از یک روز تفتیش بازداشت روزنامه‌نگاران 24 کاگه، وزارت کارهای داخلی قرقیزستان نیز دست به کار شده طرح‌های تیمیروف لایف و عید دسه را هدف گرفته به نظر می رسد در بین این دو نهاد قدرتی قرقیزستان مسابقه برای سرکوب مطبوعات آزاد رفته ایستاده است. پولاد تیموروف، روزنامه‌نگار تحقیقگر که اساسگذار این هر دو طرح دانسته می شود، چند پیش او را از قرقیزستان رانده بودند. روز 16 ژانویه سال 2024 خبر داد که کارمندان پلیس قرقیزستان خانه حدود 10 روزنامه‌نگار مستقل را کوفت و کوب کرده، بعضی آنها را با خود به وزارت کارهای داخل بردند. دلبر علما و رهبر طرح پالیتیک کلینیکا نیز با نشر یک ویدیو از کوفت و کوب منزل روزنامه‌نگار مستقل تینستان اسیپک خبر داد. همین طور دادگاه نویه یکم ماه شهر بیشکک همه کارمندان سابق و کنونی بازداشت شده طرح تیمیروف لایف را تا 13 مارس سال 2024 به حبس گرفت و دفتر کاری آنها را نیز مهر زد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی قرقیزستان، آنها در مطلب‌های نشر شده در کانال‌های تیمیروف لایف و عید دسه دعوت به بینظمی‌های عمومی را پی بردند. در این مورد معلوم نیست که مقامات محض در کدام مطلب آنها چنین دعوت را پیدا کردند. این چنین طی این هفته باز چندین کارمند مطبوعات از جمله سفر اوخونبکوف، سیفالدین سلطانعلیف، اختکل غفوروف، جمعبک توردالیف و عقیل ارزوبکوف از طرف مقامات قدرتی قرقیزستان بازداشت شدند. پس از موج بازداشت روزنامه‌نگاران در قرقیزستان، چندین سازمان بین المللی از جمله خواستار آزادی روزنامه‌نگاران در قرقیزستان و پایان تعقیبات علیه آنها شدند. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز تاکید می‌کند که تحقیقات حالت‌های کروپسیونی جنایت نیست و حکومت قرقیزستان نباید برای ترساندن روزنامه‌نگاران از روی بازداشت و تفتیش علیه آنها کار گیرد. همچنین کمیته حقوق انسان سازمان ملل از حکومت قرقیزستان خواسته است تا در کشور آزادی بیان را تامین کرده دست از سر روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی بردارد. امریکا و اتحاد اروپا و بریتانیا کبیر نیز از حکومت قرقیزستان خواستند که فشار و تعقیب را علیه روزنامه‌نگاران قطع کند. روز 19 ژانویه زیاده از 40 رسانه مستقل روسیه نیز با نشر یک بیانیه از حکومت قرقیزستان آزادی کارمندان تیمیروف لایف را تقاضا کردند. روز 18 ژانویه سال 2024 در شهر دوشنبه در حضور شهردار پایتخت تاجیکستان و رئیس مجلس ملی رستم امامعلی مراسم معرفی و قبول 30 الکتروبوس نو برگزار شد. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات شهرداری، الکتروبوس‌های تمغه اکی نیرو استحصال کارخانه مشترک تاجیکستان و ترکیه اکی اوست و автомат اندستری بوده استحصال گردیدند. الکتروبوس‌های اکی نیرو هر کدام 12 متر درازی و 32 جای نشست داشته در عموم تا 100 مسافر را میتوانند انتقال دهند. همچنین هر کدام این الکتروبوس‌ها با تجهیزات‌های گرمایدهی و سلقین کننده، 6 کامرای نظارتی، 2 اکران معلومات دهنده مجهز گردانیده شدند. ضمن معرفی الکتروبوس‌ها اطلاع داده شد که حجم عمومی باتری‌های الکتروبوس 350 کیلووات ساعت را تشکیل داده، اقتدار حرکت автомاشین تا 300 کیلومتر برابر می باشد. کفالت باتری و دیگر قسم‌های برقی الکتروبوس 600,000 کیلومتر و 8 سال را تشکیل می دهند. کارخانه مشترک تاجیکستان و ترکیه اکی اوست و автоматив اندستری سال 2018 تأسیس یافته است. مدیر آن اسرار میرزایف اخیراً بهترین صاحبکار پایتخت در سال 2023 اعتراف گردیده شاجایزه آزمون بهترین صاحبکاران سال دوشنبه را به دست آورد. خدمات مطبوعات شهرداری گفت در 6 سال اخیر پارک نقلیاتی کارخانه‌های کمونالی شهر با 410 اتوبوس زمانوی از این کارخانه وطنی تامین گردیدند. گفته می شود برای هر روز با برق تامین نمودن این 30 الکتروبوس جدید در کارخانه کمونالی واحدی دولتی اتوبوس یک نقطه برق تامین کنی زمانوی برای 30 الکتروبوس
بنیاد کردند. سالهای آخر در تاجیکستان به افزایش پارک ماشین‌هایی که با برق حرکت می‌کنند توجه ویژه ظاهر می‌کنند. به کودکس انداز تغییرات وارد کرده شده است که بر اساس آن واردات الکترومبیل‌ها به مدت 10 سال از باج گمرک همچنین از انداز از ارزش علاوه شده و اکسیز آزاد کرده شدند. برنامه رشد نقلیات برقی برای سالهای 2023-2027 قبول شده است. بر اساس آن باید پارک ماشین‌های تاکسی پیش از همه در پایتخت شهر دوشنبه به تدریج پاره از ماشین‌های برقی عبارت شود. ماه آگوست سال 2023 در جریان سفر رستم امامعلی به خیتای در پکین بین شرکت تاجیکی اوستو گروپ و شرکت خیتایی جینچوین یادداشت تفاهمی به امضا رسید که بر اساس آن باید با خرچ 125 میلیون دلار در تاجیکستان یک کارخانه استحصال الکترومبیل‌ها با اقتدار سالانه جمع و بست 1500 ماشین برقی بنیاد شود. اما یک مشکل جدی مربوط به استفاده ماشین‌های برقی در تاجیکستان این است که در حال حاضر الکترومبیل‌ها بجز از دوشنبه و مناطق نزدیک اطراف آن در دیگر شهر و ناحیه‌های تاجیکستان تقریباً قابل استفاده نیستند، زیرا زیربنای آن از جمله نقطه‌های پر کردن نیروی برق برای چنین وسایل نقلیات در اکثر مناطق جمهوری قریب وجود ندارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.